پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در این آخرها دیگر ناراحتیش را از رهبری روسیه ولادیمیر پوتین پنهان نمی‌دارد، چون جنگ در اوکراین با شدت بیشتر ادامه می‌کند. ترامپ اخیراً گفت که در اندیشه جاری کردن تحریم‌های نو ضد مسکو میباشد. 5 روز بعدی صحبتش با پوتین روز 8 ایول در صحبت با خبرنگاران در کاخ سفید، ترامپ اشاره کرد که رسیدن به هدفش در زمینه ختم جنگ در اوکراین که بیش از 4 سال است ادامه دارد تا رفت مشکل تر می شود. ترامپ گفت از پوتین سفسطه بسیار شنیدیم، او اکثر وقت بسیار خوشمعامله است ولی فایده ندارد. ما از پوتین، من از او خوشنود نیستم، چون که او مردمی زیاد را میکشد و شمار زیادی آنها سربازان خودش هستند. اکثرشان سربازان او می باشند و حالا هفته تا 7000 نفر کشته می شود. این سخنها یک روز بعد آن صدا دادند که ترامپ برای ارسال بخشی از سلاح‌ها به اوکراین راضی شد. از این پیش قانونگذاران در کنگره از جمله اعضای حزب جمهوری‌خواه قطع کمک‌های حربی به اوکراین را تنقید کرده بودند. ما می‌خواهیم سلاح‌های دفاعی بفرستیم، چون پوتین با انسان‌ها مناسبتی درست ندارد. او بسیاری‌ها را می‌کشد. از این رو ما برخی سلاح‌های دفاعی را به اوکراین می‌فرستیم و من قرارش را امضا کردم. هجوم روسیه به اوکراین در تاریخ 24 فوریه سال 2022 آغاز عظیمترین و پرقربانی ترین جنگ در خاک اروپا از زمان جنگ دوم جهان دانسته می شود. مرکز مطالعات استراتژی و بین المللی در واشنگتن در گزارش هفته گذشته نوشت که تلفات جانی در این جنگ از جانب روسیه تابستان امسال به 1 میلیون نفر و از جانب اوکراین به 400,000 نفر برابر خواهد شد. ترامپ که ماه ژانویه امسال بار دوم به حیث پرزیدنت ایالات متحده آمریکا سر کار آمد، ختم جنگ در اوکراین را هدف مهم سیاست خارجی خود نامید. آن زمان تا کنون 6 دفعه با پوتین تلفنی هم صحبت شد و 3 دفعه نماینده ویژه‌اش را به ملاقات او به کرمل فرستاد. قانونگذاران امریکایی از ترامپ تقاضا دارند که به اوکراین سلاح بیشتر فرستند و بالای روسیه تحریم‌های نوی جاری کنند، چون به قول آنها تنها تدبیرهای سنگین میتواند کرملین را برای ختم جنگ وادار کند. سناتور جمهوری‌خواه لندسی گراهام طرح قانونی را معرفی کرد که به پرزیدنت قدرت جاری کردن تحریم‌های علاوه‌ای بالای روسیه و تعرفه‌های جزادهنده به کشورهایی را می‌دهد که به مسکو در این جنگ یاری می‌کنند. تا این آخرها ترامپ از جاری کردن تحریم‌های نو بالای روسیه خودداری کرده گفته است که این چاره‌ها گفت و شنید صلح را به هم می‌زنند. حالا که مذاکرات صلح هیچ نتیجه‌ای نمی‌دهد، ترامپ گفته است که این امکانیت را مد نظر دارد. وی گفت ما تحریم‌های لندسی گراهام ضد روسیه را انتظاریم.